فقط قیام الدین را به این مناسبت، به مناسبت صاحب عنوان شدنش از نام شما تبریک و تهنیت میگوییم و او را در این صحنه انتظار می‌کنیم. قیام الدین در صحنه تئاتر تاجیک 20 سال باز هنرنمایی میکند و یک سری دیگر آن است که او سال آینده 50 ساله میشه. ما پیش از آن که این جشن را گذرانیم و این خاصه جشن است و این شب ایجاد را جشن گفتن هم میارزد، قیام الدین مصلحت کرد که بیاید همین کار را به سال آینده مانیم تا یک باره یوبیلی شود. اما که نه قیام الدین، ما گفتیم که اگر زنده و سلامت باشیم، مردم فیض آباد از مردم صنعت دوست، از مردم شاعر پرست و جای شاعر خیز است و حرمت احترام مردم ایجادکار را میداند. زیرا ما بسیار چاره‌بینی های مهمی جمهوریتی را گذراندیم. ما با نام های ایجادکاران خود، با قیام الدین چقر، با دوست مراد علی روحش شاد باد، با استاد بازار صابر، با عثمان شریف زاده، با حافظان، با صنعتکاران ورزیده همان نگینه رعوف، با آنهایی که اکنون در ساحه مدنیت صنعت در این جاده قدم می‌نهند، با ملکه سیدزاد، با محرمه افتخار داریم و برای افتخار آنها همیشه این گونه چاره‌بینی ها را گذرانده می‌توانیم. ما بار دیگر از نام شما قیام الدین را به این صحنه خیر مقدم میگوییم. این جشن را، این روز فیروز را یک جایه با قیام الدین میگذرانیم. امروز کم آدمی است که به تئاتر میرود.